السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله برادر. شما خوب هستی؟ انشاءالله احوالتون خوب هستم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برادر. خوش آمدن. خوب هستی؟ انشاءالله احوالتون خوب هستن. الحمد لله برادر خوب هستیم. شما خوبین؟ سلامتی خوبن انشاءالله؟ احوالتون خوبن انشاءالله که خوش آمدن. عذر زیاد برادر عزیز. انشاءالله که زنگ بزن میبردارم. چی باشه نام درستیشه که کم ترک مشکل جواب بدم به مخاطر عذر زیاد. هر کسی را که برداشتن میتونیم قدیش صحبت کردن میتونیم عذر میپرسیم. انشاءالله که زنگ بزن برادر، انشاءالله میبرداریم تو، انشاءالله حرکت میکنیم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته به کلی برادران. صداستی خوب است انشاءالله؟ الحمدلله برادر. الحمدلله برادران. خداوند سبحان سربلندی دنیا و آخرت براتون نصیب بگردونه. همینجا دیم که برادر عزیز. نه برادر، ماشین اما در باره کلاسکا پرسیستیم ماشین راستش کمتر اگه کار مونده که با او رو دوباره همون مسکا روی کردن در کار. اینجا اگه متخصصی نیسته که بفهمش. نشان دادیم راستی شهر بردیم ایسوس مقدم استاد نشان دادیم، هیچ کس صرفم نرفتش. های 29 رمضان ای که خیلی مزش نیست بگیم کمتر اگه آقا در آمد دیگه ای کار مونده زیر. انا شهر بردیم، شهر در چند نفهمیدن. تصمیم داریم که انشاءالله که با مسکا روی کنیم که چی میگن یکم متخصص چون. جزاک الله خیرم برادر امیر خان. الله سبحانه شما را نگهبان باشه، کلی برادران خداوند نگهبان باشه. در تیک توک چی گپ میشه برادر؟ شوی مگر چی گپ میشه؟ نامای بعضی درستیش کم ترک مشکل خواندنش اسپا ایرایی خارجان کیرد چخیل کیرد نفهمیدم. سوال پراتر بنیزی برادر. به نظرم که اکه انور به نظرم اما کم از خطی خدا خواسته باشه اگر ما کم از ناحیه ما نگر انشاءالله که چکنن با ما کم از رویش میکنیم. اما در باره کلاسکم پرسیسه برادر، اما کلاسکایی که گرفتیم مقصد زبور کردیم گرفتیم کم ترک مشکل برآورد، یعنی که اما او رسید اما جوسی کشده کار مونده گلی قای 29 رمضان بگیم که به ما عربچه هستم انا که داخلی خانه دایم الحمدلله. اما را برادر سوال کردن که چی شد حالش، اما را گفتیم که مقصد به مسکو روانش میکنیم. اینجا مقصد که در دیگه نرفتن، اما متخصصای اگر مسکو صرفم نروان انا اینجا که صرفم نرفتن. اما استاد خوشان گفتن که بهتر خوبتر میشه که به مسکو روان کنیشه انشالله که
حفظ الله برادر، الله سبحان سربلندی دنیا و آخرت برات نصیب بگردانه. پروردگار هر خواسته ای که از خداوند دارین برآورده خیر بگردانه. پروردگار در عمل جان در خاندانتان سربلندی دنیا و آخرت برکت نصیب بگردانه. آمین یا رب العالمین. ان شاء الله برادر عزیز. الحمدلله میرزا بیگ دولت زاده، الحمدلله برادر عزیز خوب است. شما خوب است ان شاء الله، احوالکاتتان خوبه؟ نه راستش که انور برادر عزیز که بگیم که او کلاسکر انا همه که در ویدیو بود مقصد به طریق زبور ما رو جمع کردیم، مقصد گرفتیم همو کلاسکر یه مدت 4 ماه کردیم ان شاء الله که بهترین بود، یگام کمبودی نداشت. بعدا هم خیلی بگیم که او در اومدم جز کشده او در اومد هم خیلی پول نمیدونم میکراسخیمش پول نیای کار موندگی همه گیرونش میکنیم، فقط اواری نیست گیرون میشه تمام دیگه یگام کار نمیکنه. مقصد ان شاء الله که نیت هسته که مقصد به مسکو رو میکنیم همون جایی نمیفهمن خیلی در اینجا صرفا نمیرون. برادران ان شاء الله که نشید خونده سیم که الحمدلله که دور مهاجر برادر عزیز همه کوشش میکنیم که قریب که هر بگه یک نشید پارتیم روسیشی بگه آماده کردیم. نشید کم ترک دیرتر شید ان شاء الله که یک میمانم خط گوش اندازین که چه خیلی برای شما ان شاء الله که در وصف مادر یک تا ثبت کردیم کم دیرتر شید راستی شما به وقتی بچید برای پرتافتن تا این میگذره که اکثریت مردم خواه میروان. مقصد که گوش نکرده میمانه. به همون خاطر تصمیم گرفتیم که تحقیر مادر اینمی تحقیر مادر برادر میرسه که مادر را به تحقیر رانده از خانه خیش تو به دستی خیش کردی تعمیری. باور کنیم برادر که تیک تاک میگه ای برادرمون دوران دوره مهاجر انشالله که تیک تاک ندارم آدم یکم بار نمیدونم در برایش یکم معلومات ندارم. انشالله که حرکت میکنیم. سفر گلمات و برادر عزیز راستیش نمیدونم. انشالله که در رقم ما زنگ زنیم انشالله دسترس میکنیم، حرکت میکنیم که مقصد اگر براتون مهمی بد باشه انشالله که حرکت میکنیم، عالم رو پرسان میکنیم انشالله که براتون دسترس میکنیم جوابی سوالتون برادر. انا رقم ما قطعی نویسین انشالله ایموی مدر نویسین انشالله که بعدا برای شما دسترس میکنیم خدا خواسته باشه جوابی سوالا. جزاک الله خیرا. سلامت باشه برادر عزیز. برادر مانا که جان نموش نمیدونم شاید دون نویسته که در حقیق من آیلم دعا کنین الله سبحان خدات آیلت در راهی راست هدایت کنه. پروردگار سربلندی دنیا و آخرت براتون نصیب بگردانه. پروردگار با تمام خواسته های قلبتون برسونتونه. پروردگار هر خواسته ای که از خداوند داره برآورده خیر بگردانه. آمین یا رب العالمین. خداوند هر یک شما را سربلندی دنیا و آخرت براتون نصیب بگردانه.
امیرخان برادر عزیز اگر همون نشید یا تکستش یا اینکه اگر همون نشید خودش MP3 باشه شما ما در روان کنین انشاءالله که حرکت میکنیم مقصد که نویسیم او را حرکت میکنیم که پیشکش شما بگردونیم پیشکش برادر رو بگردونیم انشاءالله. اگر همون تکستش شما باشه یا اینکه تکستش یا اینکه انا خودش MP3 باشه انشاءالله با ما روان کنیم انشاءالله که میخونیم برای شما روان میکنیم. الله سبحانه برکاته انتیا اکن نور محمد خوش آمدین برادر عزیز. انا برادرمون سفر گلمات و رقمای واتساپ ما رو بگیرین انشاءالله نویسین مثلا 33 4906 انشاءالله که همونجا نویسین خدا خواسته باشه حرکت میکنیم که سوال های شما همونجا خدمتتون صحبت کنیم برادر. همه جهاز یک دو پورا رنگ عبدالباسط یا دو آیت یا اینکه پورا این پورا خیلی گمان میکنم برادر عزیز قریب 24 برای قرآن میشه پورا انا 20 برای قرآن بعد دو پورا میشه برادر عزیز. اگر اگم آیت باشه انشالله که پیشکش شما میکنیم برادر عزیز. منظور شما آیت بود یا اینکه پاره که باشه میده انشالله حرکت میکنیم که پرچه انشالله. سوره بلد میشه و سوره بلد لا اقسم بهذا البلد برادرمون دور مهاجر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد
خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العظيم. آمين آمين. السلام عليكم. جزاك الله خيرا برادر عزيز. امیر خان برادر عزیز 933 4 تا 9 06 برادر عزیز رقم های واتساپ ما این مرام در همه همش در همه هسته تلفن دستی منم همه برادر مقصد که رسم شم باشه بهتر میشوه بعدا اما MP3 باشه تا اینکه آهنگ او را بفهمیم که چگونه آهنگش برادر من امیر خان الله سبحان جزای خیر برای همه نصیب گردونه. الحمدلله برادر عزیز. فردوسی زاکرزاده فردوس برادر فردوس زاکرزاده الله سبحانه نگهبان باشه. سلامت باشه برادرمان دور مهاجر الله سبحان سربلندی دنیا و آخرت برای شما را نصیب بگردان. پروردگار با تمام خواسته های قلبتان برسانتان برادر عزیز. الله سبحان کوری برادر را در راه دین الصراط المستقیم هدایتتان کنه. پروردگار محبتی برادری را هیچگاه از قلب ما و شما دور نسازه. آمین یا رب العالمین. سلامت باشه برادر منظفر. الله سبحان علیکم السلام و رحمت الله. الله سبحان شما را نگهبان باشه. پروردگار سربلندی دنیا و آخرت براتون نصیب بگردانه. برادرمون بهرالدین
سورة به اصطلاح ما علم نشرح خواستن انا که ما تلاوت بسازیم انشاءالله که حرکت میکنیم که خواسته برادر برآورده بگردانیم انشاءالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. كرامت الله رحمه برادر عزیز علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله سازیم. شما خوب هستید؟ سلامتی خوبان انشالله. فردوسی زاکرزاده انشالله که شناختم. سازی خوبی فردوسان، سلامتی خوبان، احوالات خوب هستن انشالله، زندگیات خوبن، چه حال داری؟ فرزندکات خوب هستن انشالله. الله سبحانه نگهبان براد. خداوند سربلندی دنیا و آخرت برات نصیب بگردونه. محمد يونس صديرو. الحمد لله برادر عزیز علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمد لله برادر خوب هستیم. شما خوبن انشالله؟ احوالاتون خوب هستن؟ زندگیاتون خوبن؟ الله سبحانه سربلند دنیا و آخرت براتون نصیب بگردونه برادر عزیز. خداوند به تمام خواسته های قلبتان برسونتون برادر. الله جزای خیر دانت یا برادرمان.
عبدو سفر و الله سبحان سربلند دنیا و آخرت براتون نصیب بگردانه. حليم مولى شهيد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته برادر عزيز. عليكم السلام ورحمة الله. نمره ما رضوان عزیززاده 933 رقم ما 933 4906 برادر عزیز 933 4906. عبدو سفر و برادر عزیز الحمد لله الحمد لله شکرانه خدا برادر عزیز بهتریم الحمد لله که انشاءالله که شکایتی نیست الحمد لله شکرانه خدا بهتره حالمون الله سبحان برکاتون دیا جزاك الله خيرا. زنده و سربلند باشی عبدو سفر و برادر عزیز. رضوان عزیزاده الله سبحان براتون سربلندی دنیا و آخرت نصیب بگردانه. پروردگار هر خواسته که از خودش دارین الله سبحان برآورده بگردانه. پروردگار در ملک غریبی نگهبانتون باشه. پروردگار سربلندی دنیا و آخرت براتون نصیب بگردانه. آمین یا رب العالمین. زنده و سربلند باشی. اوکی رضوان. انا رقم ما رو گرفته برادر خودی حاضر زنگ نزنه که برای که ما در پیام ایفیل داریم. بعدا انشالله که صحبت میکنیم. رقم رو گیرین انشالله بعدا صحبت میکنیم. مثلا 33 4906 برادران انشالله که نویسین جلسه رو بکنین انشالله که بعدا بعد ایفیل انشالله که با هم صحبت خواهیم شد انشالله. الله سبحان برکاتون تیا جزاك الله خيرا برادرمون. الله سبحان برکاتون تیا الله سبحان سربلند دنیا و آخرت براتون نصیب بگردانه. عليكم السلام علي خجايب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دوري مهاجر الله سبحانه سربلند دنیا و آخرت براتون نصیب بگردون انشالله که رقم های واتساپ ما در نویسین انشالله و بعدا صحبت میکنیم سریع موضوع گفتگیتون انشالله. رقمی واتساپ ما 33 4906 برادر انشالله که نویسین یا جلسه رو کنیم بعدا صحبت میکنیم. سلام نظر گولو سلام علیکم قوری جون کرتا دوری بله برادر دوریم کرتا انشالله که کرتا هسته برادر. علی شیر میرزا میرو علی شیر میرو الله سبحان چه خواسته ای که در قلب خود هست برادر علی شیر الله سبحان برآوردهش بگردانه چون که از قلب تنها الله سبحان با خبره. انشالله که امیدواریم که خداوند به تمام خواسته های قلبتان برسونه. پروردگار هر خواسته ای که در قلبتان هست برآوردهش بگردانه. پروردگار به تمام مشکلاتتان خودش راهنمایی کنه. پروردگار مشکلاتتان تنها الله سبحان خودش حل کنه و آسان کنه. پروردگار با تمام خواسته های قلبتان برسونه. آمین یا رب العالمین. زنده باشی برادر.
سفرمات عبدالله برادر عزیز انشاءالله که در حق برادر دعا کنیم الله سبحانه سربلندی دنیا و آخرت برات نصیب بگردان پروردگار. هر خواسته ای که از خداوند داره برآورده خیر بگردان پروردگار. هر کجایی باشه الله سبحانه نگهبانش باشه. آمین یا رب العالمین. مکس علی ماکس علیم علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برادر عزیز. بحری غریبا نجنی نوگارد. الله سبحان تمام برادرای مهاجر در حفظ امانش نگهبان باشه پروردگار. برکت و دارایی را پروردگار در عمرشان عطا کنه پروردگار. هر خواسته ای که از خودش دارن برآورده خیر بگردانه پروردگار. تمام مشکلاتشان برطرف کنه پروردگار. هر جایی باشن الله یار و مددگارشان باشه. آمین یا رب العالمین. انشاءالله که در حق کل برادران مهاجر دعاگو هستیم. مولود انشاءالله که میشه برادر حاضر یک مولود یک غزل در بس مادر کمک میخوام انشاءالله که فردا در اینترنت میگذارم شد در بس مادر آن مقصد که تحقیر مادر گفتنین نام غزل های انشاءالله که یک چند مصرعی میخوانیم خدا خواسته باشه. بعدا انشاءالله که ادامه شد در شبکه انشاءالله که تماشا میکنی خدا خواسته باشه. من تاش کردم روزش کم ترک دیرتر شد برای در شبکه گذاشتن تا این زگروز که میشه و تا این مقصد سخرین میشه. حالا که اکثریت ما خواه میکنیم به مخاطر یک وقتی مناسب در پرفتن در کار تا اینکه همه برادرها و دوستا مقصد این چیزا گوش کنم برادرها. ای که مادر را به تحقیق رانده ای از خانه خویش تو به دستی خویش کردی تعمیر زندان خویش. ای که مادر را به تحقیق رانده ای از خانه خویش تو به دستی خویش کردی تعمیر زندان خویش. او تو را پس از خداوند بهترین نعمت است. آخرین احترامیش به هر کس ذلت است. او تو را پس از خداوند بهترین نعمت است. آخرین احترامیش به هر کس ذلت است. انشاءالله که ادامه شه بعدا در شبکه گوش میکنی خدا خواسته باشه فردا میگذاریم شه انشاءالله به خواست پروردگار. امروز که نوار نبود به خاطر خواستم که یک پیام فکر کنم با برادران هم صحبت شوم. زنده و سربلند باشی برادر. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امر الدین برادر عزیز الله سبحانه نگهبانتون باشه. الحمدلله ما خوب هستیم. شما خوب هستید انشاءالله احوالتون خوب هستن زندگیتون خوبه برادر عزیز. الله سبحان ماکس علی و برادر ما را خداوند سربلندی دنیا و آخرت براش نصیب بگردان و پروردگار. هر خواسته که از خودش دارن برآورده خیر بگردان و پروردگار در عمر جان در خاندانش برکت چه عطا کنه. الله اکبر. خواهده میخواه برادرمون امیر خان انشاءالله که آیسته آیسته هستیم. همون نفرهای هستن که واقعا هستن برادر عزیز. امیر خان الله سبحان نگهبانتون باشه برای غمخوریتون خداوند سربلندی دنیا و آخرت براتون نصیب گردانه برادر.
الله سبحانه نگهبانتون باشه. برادرمان امرالدین سیدو زنده و سربلند باشه. شوکت مولادجانو علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خداوند سبحان نگهبانتون باشه. خوش آمدی برادر عزیز. الحمدلله برادرمان امرالدین، الحمدلله که بهترین حال در قرار داریم. خداوند سبحان سربلندی دنیا و آخرت براتون نصیب گردون. الحمدلله که ما بهترینیم برادر عزیز. زنده و سربلند باشی. این برادرمان نماش یک عجیب بود. انشاءالله که برادر عزیز همیشه ما در حق مهاجران دعاگو هستیم و دعاگو خواهیم ماند. الله سبحان تمام مهاجرات تمام غریبا را در حفظ اعمالش نگهبان باشه. پروردگار را به تمام خواسته های دینی و دنیویشان پروردگار برسانشان. پروردگار را با غنیمت بسیار به نزد اقرباشون الله سبحان بازگشتن براشان نصیب بگردون. آمین یا رب العالمین. امرالدین انشالله که نویسین بگو ما که امرالدین هستیم. انشالله امرالدین سیده و انشالله که امیدواریم که بشناسیم برادر. زیادی بدای باور کن که حالا اگه امروز نوار میکنم در شبکه میگذارم، باور کنید کنتکتان به حد زیاده در این ما نمیدونم مقصد که مشکل تره که شناختن یک دیگرتون برادر عزیز. بخشش زیاد که یک هر کسی را که جواب نمیتیم، عذر زیاد. انشالله که گلاسوای روی کنی حتمی ما جواب میتیم شما رو انشالله، چی در ایما باشه چی در واتساپ باشه. انشالله که ما برای شما رو جواب میگردنیم. هر گفته های شما باشه، هر معامله هایی که داره انشالله که با شما هم صحبت خواهیم شد در وقتی در حالت گلاسوای برادر عزیز. محراب برادر عزیز، محراب زمان و الله سبحان نگهبانتون باشه. هر جایی باشین پروردگار در کسب کارتون برکت چه عطا کنه. پروردگار سربلند دنیا و آخرت براتون نصیب بگردونه. پروردگار با تمام خواسته های قلبتون برسونتون. آمین یا رب العالمین. انشاءالله برادر عزیز همیشه ما دعاگو هستیم. الله سبحان نگهبانتون باشه. امید برادر عزیز. الحمدلله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله که بهترین حال در قرار داریم برادر عزیز. خداوند سبحان شما را نگهبان باشه. شما چی حال دارین؟ احوالاتون خوبن؟ زندگیتون خوب است انشاءالله برادر. امید الله سبحان نگهبانتون باشه برادر. خداوند برکت عطا کنه در زندگیتون برادر عزیز. زنده و سربلند باشی. محراب زمان و الله سبحان نگهبانتون باشه. عبدالجبار الله سبحان برکتون تی برادر من عبدالجبار. کدوم عبدالجبار باشن؟ خداوند سبحان نگهبانتون باشه برادر عبدالجبار. امرالدین برادر. خداوند شما را نگهبان باشه. پروردگار همیشه سربلندی دنیا و آخرت براتون نصیب بگردونه. در حق برادرمان شوکت دعا کنیم که الله سبحان براش به حرمت اللهم رب الناس اذهب البأس واشف وانت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا یغادر سقما. پروردگار شفای کامل شفای عاجل براش نصیب بگردونه. پروردگار از تمام بیماری های روی عالم او در حفظ امانش نگهبان باشه. آمین یا رب العالمین. تمام برادرای مهاجران خداوند از تمام بیماری در حفظ امانش نگهبان باشه. اکی عبدالجبار الله سبحان سربلند دنیا و آخرت براتون نصیب بگردونه. خداوند به تمام خواسته هاتون برسونتون. آمین یا رب العالمین. صداستی خوب است انشاءالله اکی عبدالجبار. بچه های یابان
ایمان بخیر. انشالله که برادر خدا خواسته باشه تلاوت میکنیم انشالله. برای برادر من مختصر تلاوت کنیم انشالله که به حد خوب میشود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. زنده باشی برادرمان پرویز. آمین آمین. زنده باشین. نظر دادن نظر انشالله که همیشه دعاگو هستیم. الله سبحان برادرای غریب در حفظ امانش نگهبان باشه. پروردگارا هر خواسته ای که از خدا دارن برآورده خیر بگردان. پروردگارا در کسب و کارشون برکت خطا عطا کن. پروردگار سربلند دنیا و آخرت براشون نصیب بگردان. آمین یا رب العالمین. برادرای عزیزی ما 5 فایز علاقه زریتی هم موند. شاید که بعضی ها را جواب دادن نتونم. انشالله که رقمای ما مثل 33 4 تا 96 انشالله که همونجا می نویسه. انشالله که هم صحبت میشه انشالله. که داری برادر الله سبحان برکاتون تیا پرویز موسای و برادر عزیز. خداوند سبحان شما را هم در حفظ امانش نگهبان باشه. پروردگار سربلند دنیا و آخرت براتون نصیب بگردونه.